میدونستی بعضی دولت‌ها عمدی تورم درست میکنن تا پولدارا پولدارتر بشن؟ از تورمی که کمر همه رو شکسته مگه میشه سود برد؟ مگه میشه این همه ضرر عمدی باشه؟ آره، بهش اثر کانتیلون میگن. یه قانون کثیف اقتصادی که تو ونزوئلا و آلمان هم اجرا شد. اثر کانتیلون چیه؟ یعنی چی؟ یعنی پول جدید رو کی اول از همه میگیره؟ جوابش هم بانک‌ها و آدمای خاص که به بانک مرکزی وصلن. اینا سری میرن با همون پول کارخونه و سهام و زمین میخرن. به اینا میگن دارایی مولد که هر روز گرونتر میشه. پس اونا قبل از اینکه قیمتا بره بالا خرید انجام میدن. حالا این حجم از خرید نیاز به وام نداره. اتفاقا وام میگیرن. ثروتمندا هوشمندانه وامهای بزرگ با بهره ثابت میگیرن. یعنی چی؟ یعنی سود وامشون تا آخر ثابت میمونه. تورم بدهی‌های میلیاردی اونا رو ذوب میکنه. یعنی قرضی که الان میگیرن رو چند سال دیگه با پول بی ارزش پس میدن. خب ولی باید مالیات بدن دیگه. مگه میشه از مالیات فرار کرد؟ جوابش یک کلمه است: نمیفروشن. تا زمانی که نفروشن هیچ مالیات بر ثروتی پرداخت نمیکنن. تازه سود بزرگتر اینجاست. دولت خودش بزرگترین بدهکار کشوره، مثل یونان یا آمریکا. حالا دولت چطور بدهیشو پس میده؟ با همین تورم. حالا تو بگو، تورم تصادفیه یا طراحی شده است؟